بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که همیشه دخترای گل و خوب و شادی باشید. بچه‌هایی که شلوغی کنن جریمه میشن. بعد شکلات ما جریمه باشیم. ما جریمه باشیم. من عاشقانه با عشق و ذوق و من در وجود شما دیدم. انشالله که همیشه موفق باشید و تندرست. جدا من همیشه لذت میبرم از عشق و علاقه که خانم الله دارن، نه تنها یک معلم، یک راهنما، یک شاعر. چه سفره میذارم؟ چرا کیانی؟ دوست داری مامان بشی؟ چرا دوست داری مامان بشی؟ چون اگه من مامان باشم بچه دارم، آشپزی میکنم، همه کارهای خونه با من خیلی خوبه. حالا شما چرا دوست داری که مامان بشی؟ من دوست دارم دیگه همه چیزا به عقده خودم. من وقتی مامان بودم آشپزی میکنم، همه کارا رو میکنم، زحمت میکشم. چطوری خانم ملیک افزلی؟ چطوری دختر گلم؟ چه خبر؟ این چیه خانم؟ ایشون بچه ما هستن. اسمش چیه؟ سارا. خوابه چرا آمش؟ خوابن. ایشون در طول یک سال حدود 100,000 بار میخوابن. چرا شما خودت هم خوابو دوست داری؟ اصلا خب وقتی آدم خواب باشه روزگارش خیلی زود می‌گذرونه. من تو عید خب یه خود تنبل کردم دیگه بده، چون خیلی زود گذشت. دوست نداری خوابو؟ دخترای گل خوشگلم یه دست برای خودتون بزنین بچهای قشنگم. دست مشدسنی. شما داشتین دقت میکردین اول این درخت آلبالو چی داشت؟ شکوفه داشت. و شکوفه هاش چی شد؟ ریخ. بعد چی در اومد؟ میوه هاش معلومه. میوه هاش داره ریز ریز دیگه چی میشه؟ رنگی میشه. اون گیلاسا رو هم دیدین؟ بله. سیبا رو هم دیدین چقدر درشت شده؟ شاید تو یکی برکه باشه بچه ها. بیاین بگردیم پیدا کنیم. شاید رفته باشه. درسی رو که امروز دارم وسایلش رو آماده میکنم، نصب میکنم. این برنامه بچه ها متوجه میشن که یک درس جدید داریم. ای فرزندم نماز بخوان. بچه ها به پای هر بزرگتری که وارد کلاس بشن پیام هفته رو میخونن. بدین ترتیب از اول تا آخر سال چندین پیام قرآنی رو به راحتی روان حفظ هستن و براشون مفهوم شده. سلامتی آقا زمان در گذشتگان
امام و شهدا، شادی روح گذشتگان، معلمین و مسئولین و علمای دین، بفرسته صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لبا رو قنچه میکنیم، گوش میکنیم به شعر قشنگ نگین. من بادم و هم بادم، رفیق آدم هم دم هم کنند کار زیادی. بچه های خوشگل و خوب وقتی میان پشتمون میخوان که باد بادک کنید. خب بچه ها آماده اید؟ زینب آبری؟ راجع به آب اطلاع دنبال بادها هستن. دریا کیه؟ وقتی که بهشون میگیم که شما برید باد بشید، کی میخواد ابر بشه، کی میخواد خورشید بشه، خودشون انتخاب میکنن، دوست دارن و به دنبال اون میرن. لباس رو، رنگ رو خودشون انتخاب میکنن و پدر و مادراشون میگن مدت زمانی رو اینها توی اتاق خودشون، تو اتاق دربسته ایفای نقش میکنن، جلوی آینه با خودشون صحبت میکنن. این برای اینه که میخوان اعتماد به نفس پیدا بکنن، ایجاد اعتماد به نفس میکنه در بچه ها، ایجاد خودباوری میکنه. بچه ها در این حالت خودشون رو در یک میدون وسیع میبینن که میتونن بگن که ما هستیم، ما این کارا رو انجام میدیم و در این جریان وقتی که ابر میشه، بارون میشه یا خورشید رو، نقش خورشید رو ایفا میکنه و اونها پرسش و پاسخ میکنن. حتی اونهایی هم که نظاره‌گر هستن تو اون نمایش دارن ایفای نقش میکنن، احساس خوبی بهشون دست میده، یعنی احساس خوشایندی دارن. تو کی هستی؟ گردالی درست کنیدش و خورشید بچرخ، دست بزنید. شب روز، طبع شعر دارن. 3-4 تا از بچه‌های ما حتی شعرهای گروهی هم با هم دارن تو درس‌های دیگه. خیلی جالب این رو اجرا کردن. شعرها روشون خود بچه‌ها در واقع خلق میکنن. بله، چون ما توی کلاس فی‌البداهه شعر رو میگیم، دست میزنیم. بچه‌ها هم چون ذوق دارن با آموزش شعر خیلی سریعتر، یعنی شعرهای آموزشی بهشون کمک میکنه و اینا خیلی خلاقانه خودشون خلق میکنن، خودشون شعر رو به راحتی، حرفایی که میزنن اصلا به صورت شعر در میارن. ابرو بیستن من که بادم تو پشنو میارم. راستی بچه ها، اگه آب نبود چی میشد؟ همه گیاه ها همه تشنه میشدن، اصلا زندگی خیلی سخت میشد. اگه آب نبود ما نمیتونستیم زندگی کنیم، تشنمون میشد. من همین الان رفتم آب خوردم، خیلی تشنم بود. اصلا بدون آب نمیشه، اصلا زندگی خیلی سخته. همونطور که خورشید اگه نباشه آبم اگه نباشه زندگی خیلی سخت میشه. خورشید نباشه آبم نیست. خب متشکر، واقعا بچه‌های گل و خوب و خانومی. آنها بچه‌های رنگین کمان بودند. بچه‌های رنگین کمان به رنگ‌های مختلف بودند: قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و مثلا میخوان یه کاردستی درست کنن. خب یه نفر خیلی مثلا نمیتونه، وقتی بارون باشن قشنگ میشه. مثلا بهتر تقسیم بندی میتونیم بکنیم، بعد کارها قشنگتر میشه، گفتگو زیاد میشه. بعد آدم نباید مثلا فقط به فکر خودش باشه، بعد گروهی کار کنه، دوستاشم
تو جریان مثلا هر چی هست بذاره با اونا همکاری کنه. رنگ کمونو کشیده اگه مثلا کل صفحه رو مثلا قرمز میکرد یا کل صفحه رو آبی میکرد یا مثلا یه رنگ فقط میزد خیلی مثلا چیز قشنگی نبود. وقتتون بخیر. خدا حافظ. صف ببندید. اینم شکلات دختر گلم. بچه‌هایی که شلوغی کنن جریمه میشن. باید شکلات ما جریمه بشیم. جریمه بشی؟ چی میخوای بیاری محیا؟ هرچی. پاپکورن میخوای بیاری؟ یا شکلات؟ صحبتی که تمام اولیای ما همیشه تعریف روش‌های فعال، روش‌هایی که واقعا تلفیقی از مسائل مذهبی، دینی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، ادبی هستش. واقعا هم همیشه ذکر خیرش بوده. یک هر شرایطی هم واقعا چندین بار بحث صحبت بازنشستگیش بوده و اون عشق علاقه که داشتن ما ازشون خواهش کردیم که باشن و ما در خدمتشون بچه‌ها استفاده